کتاب Can't Hurt Me دیوید گاگینز یکی از اثرهای الهام بخش و محرکه که بیشتر شبیه یک اعتراف از سخت‌ترین تجربیات یک انسان در طول زندگیشه. گاگینز به عنوان یک مردی که از عمق فقر، نجات پرستی و اذیت‌های کودکی به یکی از قوی‌ترین و مقاوم‌ترین شخصیت‌های دنیا تبدیل شده، تمام چالش‌هایی که در طول مسیر با آنها روبرو شده رو به صورت یک درس زندگی مطرح میکنه. این کتاب نه تنها زندگی او رو روایت میکنه، بلکه چطور ذهن انسان میتونه از هر مانع و دشواری عبور کنه و به نهایت پتانسیل خودش برسه شرح داده. بخش اول، کودکی پر از رنج. دیوید گاگینز از همان ابتدا با چالش‌های بزرگ زندگی روبرو بود. او در یک خانواده فقیر در ایالات متحده به دنیا آمد و به شدت از نجات پرستی رنج می‌برد. پدرش فردی خشونت طلب و مست بود که گاگینز و مادرش رو از هم جدا کرده بود. در این دوران سخت گاگینز احساس می‌کرد که هیچ چیزی برای امید به آینده نداره. او در سن کودکی شاهد تهدیدهای فیزیکی و روحی بود که مسیر رشد و پیشرفت او رو دچار مشکل می‌کرد. اما برخلاف آنچه که ممکن بود دیگران از چنین شرایطی انتظار داشته باشند، گاگینز شروع به مقابله با سختی‌ها کرد. به جای اینکه خودش رو در این شرایط قربانی بده، او این چالش‌ها رو به عنوان فرصت‌هایی برای رشد پذیرفت. این نگاه مثبت و انگیزشی به زندگی اولین درس مهم این کتابه. حتی در سخت‌ترین شرایط شما می‌توانید خود را به جلو پیش ببرید. تنها کافی است که ذهنتون رو به گونه‌ای تربیت کنید که همیشه به سوی بهتر شدن حرکت کنه. بخش دوم، تلاش برای ورود به نویسیل. اگر کسی میخواهد بداند که گاگینز کیست و چه چیزی او را به یک نماد استقامت تبدیل کرده، باید داستان‌های تلاش‌هایش را به ورود به نویسیل بشنوه. اولین باری که او برای نیروی ویژه درخواست داد، به دلیل شرایط جسمانی ضعیف نتونست قبول شه. گاگینز اما از این شکست درس نگرفت و دوباره تلاش کرد. این بار نیز به دلیل ضعف جسمانی و روانی رد شد، اما اون دوباره تسلیم نشد و برای سومین بار در شرایطی بسیار سخت‌تر با عزم و اراده بیشتری تلاش کرد. این بخش از کتاب گاگینز تجربه‌های فوق‌العاده‌ای رو با جزئیات شرح میده. وقتی او در برنامه‌های دشوار و آزمایش‌های سخت نویسیل شرکت می‌کرد، بسیاری از هم‌تیمی‌هاش کنار می‌کشیدند و نمی‌توانستند فشارها را تحمل کنند. اما گاگینز همیشه فراتر از آن چیزی بود که از خودش انتظار می‌رفت. عمل می‌کرد و به نوعی از خود و بدنش استفاده می‌کرد که حتی خودش هم از آن شگفت زده می‌شد. بخش سوم، بازی با ذهن. در این کتاب از اهمیت بالایی برخورداره. لطفاً گوش بدید. ذهن شما همان چیزی است که شما هستید. ذهن شما همان چیزی است که شما هستید. گاگینز به وضوح نشان میداد که برای رسیدن به موفقیت و برای پشت سر گذاشتن هر مشکلی انسان باید ذهنش رو تربیت کنه و او تاکید داشت که بسیاری از انسان‌ها تنها 10% از توانایی واقعیشان را استفاده می‌کردن و 90% باقی مونده مربوط به ذهن بود. دیوید گاگینز معتقده که به محض اینکه ذهن خود را کنترل کنید، می توانید هیچ مانع غیر قابل عبور نبینید. او از روش‌های مانند تمرینات شدید، تغییرات در نحوه تفکر و تقویت روحیه برای کمک به رسیدن به این تسلط ذهنی استفاده میکنه. از نظر گاگینز تمرکز بر هدف و نادیده گرفتن درد و خستگی‌های جسمی در واقع شما رو به نسخه بهتری از خودتون تبدیل میکنه. بخش چهارم، پذیرفتن درد و رنج به عنوان ابزار رشد. یکی از مهمترین دروس این کتاب این است که درد و رنج نباید تهدیدی برای انسان باشد، بلکه باید به عنوان ابزارهای رشد دیده شوند. گاگینز در مراحل مختلف زندگیش با دردهای جسمی و روانی زیادی روبرو شد، اما هر بار از آنها به عنوان پله‌ای برای پیشرفت استفاده کرد. او داستان معروف 100 مایل دویدن در بیابان‌های آمریکا را تعریف می‌کنه. این مسابقه چیزی بیشتر از یک چالش فیزیکی بود. این یک آزمایش شدید روحی
و ذهنی بود که گاگینز از آن برای شکستن مرزهای خود استفاده کرد. در طول این مسابقه اون مجبور شد با دردهای وحشتناک، خواب‌آلودگی و خستگی مطلق مبارزه کنه. اما چیزی که او را از بقیه جدا می‌کرد این بود: اون نه تنها این شرایط را تحمل می‌کند، بلکه به گونه‌ای به آنها پاسخ می‌دهد که توانایی‌های خود را به طور کامل آشکار می‌کنه. بخش پنجم، فراتر از مرزهای معمول. کتاب کند هارمونی تنها یکی از داستان‌های موفقیت‌های دیوید گاگینز نیست. این کتاب به خواننده این پیام رو میده که محدودیت‌های ما معمولاً از خود ما نشأت میگیره. گاگینز بارها در طول کتاب اشاره میکنه که او هیچ وقت خود را محدود نمیدید و همین امر باعث شد که در محیط‌هایی که بسیاری از افراد تسلیم میشوند او همیشه به پیشرفت ادامه بده. یکی از پیام‌های کلیدی این کتاب اینه: انسان‌ها نباید از شکست‌ها یا شرایط سخت بترسن، بلکه باید آنها را فرصتی برای یادگیری و رشد ببینند. این کتاب به مخاطبان خود می‌آموزد که اگر بتوانند ذهن خود را از محدودیت‌های بیرونی آزاد کنند، هیچ چیز نمی‌تواند آنها را متوقف کند. بخش ششم، آگاهی از قدرت ذهن و اراده. در نهایت دیوید گاگینز به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که هیچ چیز نمی‌تواند شما را متوقف کند مگر خودتان. این بخش کتاب به چگونگی به کارگیری اراده و قدرت ذهن در تمام جوانب زندگی اشاره دارد. اگرچه دنیا ممکن است پر از چالش‌ها و سختی‌ها باشد، اما انتخاب این است که چگونه با آنها برخورد کنیم. نتیجه گیری، کتاب کند هارمونی از دیوید گاگینز نه تنها داستانی از یک مرد مقاومه، بلکه مجموعی از آموزه‌های ارزشمند برای هر کسی است که می‌خواهد از زندگیش بهترین استفاده را بکند. گاگینز به ما یاد میده که هیچ چیزی نمی‌تواند ما را متوقف کند جز خودمان. او از طریق تجربیات شخصیش به ما نشان می‌دهد که درد، رنج و سختی‌ها را می‌توان به عنوان ابزاری برای رشد و موفقیت به کار برد و تنها با تسلط بر ذهن میتوان به محدودیت‌های فیزیکی و ذهنی غلبه کرد. این کتاب را باید یک راهنما دانست که هر کسی میتواند آن را در زندگی روزمره‌اش به کار ببندد تا به نسخه بهتری از خود تبدیل شود. دیوید گاگینز، افسر نیروی دریایی آمریکا،